ثابت بودن استوای الله سبحانه و تعالی بر عرش. این قسمت رو خیلی جدی اهمیت بدهید. میفرماید ابن قدامه رحمه الله تعالی: فهذا ما اشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نؤوله بتعویل یخالف ظاهره. استوای الله و مانند آن از آن چیزهایی که سند آن صحیح و روایتش عادلند و ما بر آن ایمان داریم و آن را رد نمی کنیم و انکار هم نمی کنیم و تعویل هم نمی کنیم، با تعویلی که با ظاهر آن مخالف باشد. ابن قدامه را ببینید، با تعویلی که با ظاهر آن مخالف باشد و آن را با صفاتهای مخلوقات هم مانند نمی کنیم. میگوید: ولا نشبهه بصفات المخلوقین ولا بصفات المحدثین، و همچنین ما آن را با صفاتهای مخلوقات مانند نمی سازیم و نه از نشانه های آفریده های نوپیداها، نه همچنین از این کسانی که نوپیدا بدعت ها میکنند. و میفرماید که و نعلم ان الله سبحانه و تعالی لا شبیه له ولا نظیر. خوب گوش دهید. و ما میدونیم که الله سبحانه و تعالی هیچ مانند و همتای ندارد. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیز مانند او نیست و او شنوا و بیناست. سوره شورا آیت 11. و میفرماید که هیچ چیز در ذهن تصور شود یا در خاطر آید، الله برخلاف آن است. هر چیزی که در ذهن انسان تصور میکند یا در خاطرش میگذرد، الله برخلاف آن چیز است. و از جمله این قولا الرحمن علی العرش استوى، الله بر عرش استوا کرده. سوره طه آیت 5. پس هر چیزی که در ذهن تصور میشود یا به خاطر انسان میآید، الله از آن هم کاملتر و منزهتر است. پس در قرآن کریم کلمه استوا برای الله متعال در 7 آیت قرآنی ذکر شده است. از جمله الرحمن علی العرش استوى، رحمان بر عرش استوا کرده، سوره طه آیت 5. اما در سنت باشد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که او را ابو داود و ترمذی و دیگران از محدثین روایت کرده هستند، محدث کسانی که حدیث را روایت می‌نمایند، به بزرگی اش و بالا بودن الله اشاره کردند. گرچند که در این سند حدیث نقصان‌های هست، معنای آن صحیح است. مضمون آن با اصل اعتقاد اهل سنت و جماعت موافق است. اما اجماع سلف باشد، سلف صالح با آن اتفاق دارند که استوای الله بر عرش حقیقی است و باید این استوای الله بر عرش بدون تحریف، دیگرگون کردن معنا، بدون تعطیل، رد کردن این صفت الله که بر عرش استوا دارد، بدون تکییف کیفیت، بدون شرح چگونگی صفتش و بدون تشبیه مانند کردن الله سبحانه و تعالی با مخلوقات، باید بدون همه این پذیرفته شود. پس استوا، صفت استوا حقیقی است، به معنای برتری و استوار بودن را دارد که به ذات الله سبحانه و تعالی لایق و شایسته است. و این معنای استوا نمیتواند به معنای استعلا باشد، چون اهل تعطیل معنای استوا را به معنای استعلا تفسیر میکنن و معنای تعطیل تصرف کردن و غلبه کردن رو دارد، تعویل کردن. چون در زبان عرب معنای استوا به معنای استعلا نمی آید، استوا به هیچ وجه معنای استعلا رو نمی دهد. اگر استعلا فهمیده شود، این معنا می دهد که قبلا عرش زیر تصرفات الله نبود، بعداً الله آمده این را از کسی غلبه کرده گرفت، العوذ بالله. اگر ما استعلا بگوییم، چون اهل تعطیل استعلا گفتن این را، و این سخن را از سخن کدام شاعر نصرانی کافر آوردن. باز پس عرش و کرسی، عرش چی است و کرسی چی است؟ عرش این تخت بزرگی پادشاهی الله است که بالاترین و بزرگترین از مخلوقات الله است و الله سبحانه و تعالی این عرش را در کلامش به صفاتهای عظیم و کریم و مجید وصف کرده است. رب العرش العظیم، رب العرش الکریم. و کرسی باشد، کرسی از عرش جدا است و این کرسی چگونه که در حدیث آمده است مکان برای قدم الله سبحانه و تعالی باشد. چون که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مفسر قرآن گفتند کرسی مکان دو قدمه، که هر دو قدم الله سبحانه و تعالی است و هیچ کس نمیتواند بزرگی عرش را تصور کند، گفتند ابن عباس. و این روایت ابن عباس در چندین کتاب‌های حدیث با سندهای گوناگون آمده است. همچنین محمد ابن عثمان الشیبه در کتاب العرش
عبدالله ابن احمد در سنن و دارمی، ابن خزیمه، طبری، دارقطنی و حکیم و دیگر محدثان این را روایت کرده هستند. و رد بر اهل تعطیل و گفتم که گروه استوا را، استوای الله را به معنای استعلا، غلبه کردن، که پیش از آن گویا که عرش از الله نبود و غلبه کرده گرفت، اعوذ بالله، تعویل کردن، این فهمیش شیخ میفرماید با این دلیل ها رد کرده می شود، فهمیش نادرست. اولا از نگاه زبان عربی استوا هیچگاه به معنای استعلا ندارد، نمیآید و دلیل واضح وجود ندارد که استوا به معنای استعلا بیاید و این تفسیر و این تعبیر باطل است. گفتم که اگر ما استوا را به معنای استعلا، به معنای غلبه کردن بگیریم، پس معنا می‌دهد که عرش قبلا عرش الله زیر نظارت الله نبود، از کسی او را غلبه کرده پس گرفت، اعوذ بالله. پس خلاصه استوای الله سبحانه و تعالی بر عرش صفت حقیقی است که با ذات او سبحانه و تعالی موافق است و این را ما نه به معنای تشبیه نه به معنای تعویل قبول میکنیم، تشبیه تعویل نمیکنیم یعنی، و آن نشانه بزرگی الله و فرمانروایی مطلق و کامل او برای همه مخلوقات میباشد و این عرش و کرسی از بزرگترین مخلوقات الهی هستند که بیان شکوه و عظمت جلالت ذات الله سبحانه و تعالی را بیان میکند.